در دسترستر، آسونتر، ارزونتر. تام نخواستیم خداحافظی. اما خب ازدواج سخته دیگه. حالا خونه رو چیکار کنی؟ ماشین رو چیکار کنی؟ خرج داره ها. من میگم ریل بزنیم بهتره، جمع کنیم بریم. کی ازدواج میکنه دیگه؟ من نظرم روی ریله. خیلی خوب. همطور که میبینین گفتن که آقا ریل در دسترس، آسونتره، سریعتره، ولی ازدواج خب اولا گرونه. کی میره ازدواج کنی تو این وضعیت؟ آقا شما آقای شما میری ازدواج کنی تو این وضعیت اقتصادی؟ اشتباه میکنی. آقا من یه سوال، یکی از خواهران اینجا گفتش که حالا نه خیلی ریل پول نمیخواد. پول میخواد یا نمیخواد؟ دوستانی که ریل زدن هزینه میکنید یا نمیکنید؟ الان یه سینما چنده بلیت سینما؟ اهل سینما سه شنبه، اونایی که سه شنبه فقط میرن سینما چقدر جدی سینما؟ الان سینما سال چنده؟ 60 تومن؟ سه شنبه 60 تومنه یا روزهای عادی؟ آها 60 تومن. خب دو تا پفک میخواین بخورین یا نمیخواین بخورین؟ پوفیلا میخورین البته. چقدر؟ آقا دو تا پفک 20 تومنی هم شما بگیرین میشه 40 تومن، با 60 تومن 100 تومن. درسته؟ خب حالا ماهی یه بار میرین سینما، دیگه کجا میرین؟ با دوست پسر یا دوست دخترتون؟ باور کن الان حراست میاد جمع میکنه این بار. کافه میرین. کافه چند؟ چی میخورین تو کافه؟ لاته؟ اسپرسو؟ شیک؟ هات چیپس؟ چند حساب کنیم آقا؟ 2 نفر آدم میخوام برن کافه، نفری 200 تومن یا دوتاشون با خدای کجا میرین شما؟ خیلی ارزونه خداییش. نفری 200 تومن 400 تومن. آقا ماهی یه سینما یه کافه بری 500 تومن خرجته. من حالا بازم میشه حساب کتاب کرده. اشتباه میگم؟ آقا کافه بیشتر میرن. خب دیگه چی گفتین؟ آسان تر بودن. آقا اصلا کلا کسی هست بخواد ازدواج کنه یه نفر بیاد اینجا از مزایای ازدواج آیا فروتن به افتخارشون یه دست بزنیم. حالا که خوش رفتی باها واسه خدا دست بزن ای جان ای جان. اون آقایی که گفتن ریل زدن نه خرجی داره نه کاری داره، راحت در دسترسه، مطمئنا سینگله و تا حالا ریل نزدن، چون خیلی خرج داره. از طرف یه خانوم میگم، یه خانومی که حالا من که میخوام ازدواج کنم، ولی خانوما چیز راحتی نیستن و دلشونو بردن خیلی خرج میبره و دلشونو نگه داشتن بیشتر از اونم خرج میبره و کار آسونی مطمئنا نیست. حالا ریل زدن از دید آقایون، جدا از اینکه اذیت میشید، حالا فکر میکنید راحته، ازدواج فوایدش چیه برای ما خانوما؟ من از دید خانوم میگم. از دید یه خانوم ریل زدن آره اولش خوش میگذره، لازم هم مثلا خانواده‌ات اذیت کنن، نمیدونم حس کنی مثلا خودتو تا ابد بستی بیکی و این حرفا، ولی ضرراش خیلی بزرگه. به خاطر اینکه حالا بیشتر هم آقایون خیلی مثبت نگران نسبت ریل زدن. آقای میاد سودشو میکنه میره، تو میمونی. و جامعه یه دیدایی به خانوما داره، نسبت یه انتظارایی از خانوما داره که اگه شما ریل بزنی بعداً به راحتی نمیتونی ازدواج کنی. همون دوست پسر شما نمیاد با شما ازدواج کنه، خیلی کم پیش میاد. همون دوست پسر ول میکنه میره یه دختر نجیبی که مثلا آفتاب مهتاب ندیده است میگیره. و حالا یه سریا حالا خدا نمیدونم شانس میارن، خدا بهشون لطف میکنه، همدیگه رو خیلی دوستن، واقعا ازدواج میکنن، ولی بعدم یه سری مشکل دوباره پیش میاد. ازدواج خوبیش امنیتشه. کسایی که میان برای شما خواستگاری باید از سدای خیلی زیادی رد بشن، مثلا امنیتش بیشتره، اطمینانش بیشتره، کلی تحقیق انجام میگیره. کسی که هر کی نمیتونه سرش همینجوری بندازه بیاد پایین از شما خواستگاری کنه و باید از یه سری مثلا سدای رد بشه، باید یه سری چیزایی داشته باشه، باید مثلا یه امنیتی داشته باشه، یه آرامشی رو بتونه برای شما فراهم کنه و شما بیشتر مثلا میتونید شناخت پیدا کنید نسبت به طرف. حالا زیر نظر مثلا اونقدر بسته که الان که نیست که مثلا میبینی فردا با یارو ازدواج کنی، که زیر نظر خانواده ها این ور اون ور میرن، کافه میرن، بیشتر وقت میذارن همدیگه رو میشناسن. خواهر من خودش 8 ماه وقت گذاشت
هر کدوم از خواستگاراشو بشناسه و یکیشو آخر کار رد کرد، خیلی راحت رد کرد چون نمیخواست. ولی داماد ما رو 8 ساعت وقت گذاشت، 8 ماه وقت گذاشت و بالاخره حاضر شد که مثلا باهاشون ازدواج کنه. ولی امنیتش وجود داشت. و این امنیت برای خانوما تو جامعه‌ای که اینقدر خطر وجود داره خیلی چیز مهمیه. شما داری خودتو عملا میری دست یکی دیگه. بعدن 4 روز دیگه یارو میره زاد اون میره پکارش. الان مردی که قبلا ازدواج کرده و بعد طلاق گرفته یا همسرش از دست داده 4 روز بعد میتونه بره ازدواج کنه. خانومی که نامزد کرده باشه نامزدیش به هم میخوره دیگه نمیتونه با اون راحتی ازدواج کنه و کلا به ریسکش نمیارزه. ازدواج خرجش هم کمتره. خیلی خب ممنون و متشکریم از دوست عزیزمون که اومدن اینجا و از ازدواج دفاع کردن. آقا من از شما یه سوال میپرسم. بله نه که نمیشه. ازدواج یا رابطه؟ چی؟ چرا؟ میگه حال میده. ازدواج حال نمیده؟ من یه خانم 38 ساله هستم، یه دهه 60، یه نسل سوخته که با نسل شما خیلی متفاوته. افکارمون، چیزهایی که توی ذهنمون بود کاملا با شما متفاوته. ازدواج همون تو سن 19-20 سالگی صورت میگرفت، به صورت ازدواج های سنتی بود. بعد از چندین سال متوجه اشتباهاتمون میشدیم، تازه میفهمیدیم که اصلا به هم نمیخوریم، ولی نسلی بودیم که باید زندگی میکردیم. طلاق تومون خیلی کم بود و من الان چیزایی که توی جامعه امروز میبینم و تایید میکنم و نه ازدواج هایی که ما کردیم مورد تاییده. واقعا رابطه باید قبل از ازدواج باشه، قبل از ازدواج، نه اینکه رابطه باشه و بعدش تموم بشه بره، یا اینکه مثلا یه پسر بره با چند تا دختر باشه یا یه دختر با چند تا پسر. این مشکل جامعه ماست. واقعا به نظر من قبل از ازدواج اشکالی نداره اگر با هم متحد باشن، باید با هم دیگه، که اگر که این نبودن از همونجا راهشون از هم جدا میشه و میره قبل از اینکه بچه‌ای بیاد، قبل از اینکه زندگی شکل بگیره، یا به قول این خانم خب تو دوران عقد یا بعد از عروسی. واقعا ما خودمون به این مشکلات برخوردیم و موندیم و سوختیم و زندگی کردیم و هنوز هم داریم میکنیم، ولی بدون اینکه هیچ تفاهمی داشته باشیم. بنابراین رابطه قبل از ازدواج به نظر من یه چیز معقولیه و باید باشه، نه اینکه دوست پسر دوست دختر یه چیزه که بعدش با هم یکم دورانی ها بگذرونیم و بریم. نه، این مورد تایید منم نیست. انشاءالله که همگی موفق باشین و زندگی های خوبی داشته باشید. خیلی بیایم همین اول کار یه چیزی رو با هم دیگه مشخص بکنیم و اون هم تعریفمون از رابطه است. مثلا وقتی میگیم که آقا ریل نذارین، مثلا رابطه برقرار نکنین، آیا یه کسی که زن و شوهرن اینها با هم دیگه رابطه دارن، یعنی توی ریلیشنشیپ هستن یا نیستن؟ هستن. آیا منظورمون از رابطه صرفاً دوستی های اجتماعیه؟ ما کلی دوست از جنس مخالف ممکنه داشته باشیم، هم کلاسیمون باشه، دوستمون باشه. رابطه هم داریم، آقا سلام علیک میکنیم با هم دیگه. این اسمش رابطه است؟ این اسمش ریلیشنشیپ هست؟ نیست. منظورمون اینجا دقیقاً از رابطه چیه؟ بذارید اینو اول کار بگم، حداقل حالا تا اتوبوس بعدی نیومده باز یه دیگه این از جمعیت کم بشه، اینو با هم دیگه تعریف بکنیم. اگرم کسی مخالفه بگه، حتی خود بچه‌ها اگه من اشتباه میگم بگین ها. منظور ما اینجا از رابطه اون مدل دوست دختری و دوست پسریه که احساسات تا اون حد زیادی درگیر شده و افراد اصطلاحاً به هم دیگه تعلق خاطر پیدا کردن. حالا آیا این رابطه منجر به ازدواج می شود یا نمی شود؟ این یه بحثه. مسئله بعد این که مثلا یه موقع میگیم ما میریم رابطه برقرار بکنیم، آشنا بشیم که ازدواج بکنیم، این یه بحثه. یه موقع میگی نه آقا، حالا صحبتشون هم اشاره کردن دیگه، طرف یه همزمان با 10 تا دیگه است، یا مثلا اون یکی به تعداد روزهای هفته دوست دختر داره، یا اون خانومه میگه من که اینا همه چی هن؟ آفرین داداشی ها من، که بعد اونجا یاس میگه آره نگیم بهتره. به هر حال آره میگه همون داداشیه چی؟
نمیشه گفت دیگه. ولی اتفاقا یاس همونجا حرف قشنگی میزنه. من تایید نمیکنم ایا ناس، من تایید نمیکنم. این تیکه فیلمو جدا نکنین برینا. منتها میگه که تو که عروس نمیشی. آفرین، خیلی نکته قشنگی گفته به نظر من. حالا حرف اینجاست، گفتن آقا چه ایرادی داره دختر و پسر قبل از اینکه ازدواج بکنن یه رابطه ای هم، یعنی یه آشنایی هم با هم دیگه داشته باشن. ارادت، من اشتباه کردم آقا، رابطه نداشته باشه. کسی جرأت داره رابطه داشته باشه؟ به نظر منم نباید داشته. حالا شما یه دقیقه در گوشتو بگیری من این جمله‌مو کامل کنم. آقا شما میخوای بری ازدواج کنی، قبلش ایرادی داره که با یه نفر دوست بشی، آشنا بشی، بشناسیش، ویژگی‌های مثبت و منفیشو ببینیم، با هم دیگه یه کافه‌ای برین، یه چالنجی با هم دیگه داشته باشین. حالا حتی ممکنه یه نفر یه مقداری روشن فکرتر باشه، بگه آقا چه ایرادی داره، ما یه خونه هم اجاره میکنیم با هم دیگه، هم میریم توی یه خونه زندگی میکنیم و اسمش میشه ازدواجه. خب اول سلام عرض میکنم خدمت همه. من یه چیزی جدیداً به ذهنم رسیده یه چند وقتیه. حالا تا قبلش شاید مثلا بیشتر میگفتم ازدواج و اینا، ولی خب الان یه طرح مفهومی به ذهنم رسیده، من نمیتونم به نظر خودم ازش ایرادی بگیرم. اینکه دو نفر بیان در کنار همدیگه زندگی کنن، همون با عشق و محبت که نیاز هر انسانیه، و اینکه همون حالت ازدواج سفید و اینا، خرج‌ها از دو طرف بشه برای زندگی، هر وقت هم خواستن جداشن جدا بشن، که حق طلاقی دیگه وجود نداشته باشه که خیلی‌ها برای داشتنش بجنگن و بگن اصلا من اینو میخوام، مهریه نمیخوام، از این حرف. و اینکه دیگه انقدر نگن کار خونه خانوم ها، انقدر آقایون نگن مهریه اینا، شکایت کنن از این چیزا، و خوب و خوش و سلامت و اینا در کنار همدیگه زندگی کنن، هر وقت هم خواستن از همدیگه جدا شن دیگه. من مشکلی تو این طرح نمیبینم. خیلی از شکایتایی هم که الان هست برطرف میشه. بله تمام شد همین. کسی چالشی، سوالی، نکته‌ای چیزی نداره؟ خب میخواد بنویسید. چیز هست، تخته هست، بنویسید. اینجا نوشتن که ازدواج سفید یا سیاه، آسیب خانوما چی میشه؟ چه آسیبی؟ خیلی از اون الان خیلی از جمعیت هم ظاهرا خواستار آزادی و اینا هستن دیگه. اینا خیلی آزادتره دیگه، خیلی راحت، هم آقا آزادتر هم خانم آزادتر، هر مدلش خواست بره بیاد. خب ممنونم. اینم نظریه جدیده که البته هنوز توی کتاب ظاهرا چاپ نشده، ما ان شاءالله پیگیری میکنیم. اگر دوستان انتشاراتی چیزی هم آشنا دارن که نظر دانشمندان رو داخلش منعکس میکنه، نظر دوست عزیزمون رو هم داخل اون مقالات بگین حتما منتشر بکنن. یه سوالی نوشته بود، حالا من یکی بپرسم. آقا حالا شما فکر کنید، من میام بعد از شما میپرسم. چه دختری کنسله؟ کلن کنسله. آقا چه دختری کلن کنسله؟ مثلا دیگه آقا اینو تو دختر ببینی میگی نه این کنسله. دختر مغرور کلن کنسله. آقا شما بگو. دختر شلوول کلن کنسله. یعنی دخترها از امروز برن بدنسازی سفت. خانم شما چه آقایی کلن کنسله؟ بله ایشون متأهلن و همه کلا همه به جز شوهر خودشون کنسله. آقا شما که خانم شما یه رسته تشریف بیاریم بالا، ما اینجا یه صحبتی با شما متأهلین دیگه، اینجا تنها متأهل اینجا هم شما، یه دست به افتخارشون بزنید. طبیعتاً آدمی که ازدواج کرده و متأهله بخواد انتخاب کنه بین رابطه و ازدواج، حالا خوبه بیان بگن آقا من رابطه رو انتخاب بزنیم ببینیم نظرشون چیه. سلام، وقت همتون بخیر. آقا من متأهلم. بعدم اینکه حالا شاید مثلا به تیپ و قیافم نیاد، ولی ازدواجم کاملا سنتی بوده و با شوهرم اصلا هیچ دوستی و آشنایی قبل از ازدواج نداشتیم. من حالا چیزی که تجربه خودمه دارم میگم، در مورد رابطه واقعا تجربه ندارم، نمیتونم اظهار نظر بکنم. شاید اونم مثلا خوبیای خودشو داشته باشه، نمیگم اون خوبه این بده یا برعکس. اوکی. بعد اینکه من
با شوهرم 12 سال اختلاف سنی داریم. الان شاید خیلی براتون عجیب غریب باشه، ولی تا جایی که تجربه من توی 7 سال زندگی مشترک بهم گفته، ایشون خیلی خوب بودن و اصلا مهم نیست که مثلا طرف چه پسر چه دختر. حالا من مخالف اینم نیستم که از نظر خودم مخالف این نیستم که مثلا پسرها حتما بزرگتر از دخترها باشن. این هیچ به نظرم هیچ فلسفه و قاعده و قانون خاصی پشتش نیست. این واقعا برمیگرده به شخصیت، به طرز فکر، به اینکه اون آدم توی چه محیطی بزرگ شده. من مثلا خودم خیلی مواجه شدم با مردای 40 ساله‌ای که به اندازه یه مثلا معذرت میخوام پسر نوجوان مثلا 13 ساله شاید اینجاشون کار نکنه. بنابراین اصلا به نظرم هیچ چیزی توی این دنیا قطعیت کامل نداره. ولی ایشون، من با شوهرم 12 سال اختلاف سنی دارم، ولی ایشون کمکم کردن که بعد از 7 سال خودم بخوام آماده کنم برای کنکور ارشد و درس بخونم. همه جوره حمایتم کرد و به نظرم اینکه دو طرف از هم بدونن چی میخوان و اینکه یه هدف مشترک واقعا تو زندگیشون داشته باشن، این به نظرم انتهای همه خوشبختی است و اصلا دیگه بقیه چیزا فکر میکنم خیلی مهم نیست. اینکه طرف پول داشته باشه یا مثلا اون یه چیزی که به دست میاد، میشه به دست بیاد. همین. خواهش میکنم. ما توی پزشکی یه سری موارد هستن کیس ریپورت میشن. به نظرم این خانم ویژگی این رو داشت که داستان ازدواجشون کیس ریپورت بشه. من این سوالو دارم، آیا دوستی های قبل از ازدواج میتواند مشکلاتی را هم به دنبال داشته باشد یا خیر؟ یعنی پس اون خانمایی که توی روابط عاطفیشون شکست میخورن، میان نمیدونم هر روز گریه میکنن، استوریاشون رو ما هی میبینیم هر روز اینا نمیدونم شروع میکنن ناله کردن. خب پس آره اینا چی کار میکنن؟ این چیه قضیهش؟ آقا بالاخره یه جدایی، یه کات آسیب دارد برای دختر و پسر یا ندارد؟ آسیبش برای کی بیشتره؟ برای پسر؟ اتفاقا اینم جالبه بگیم، من شنیدم شما تایید ردش شما بگید، میگفتش که آقا دخترها وقتی رابطه کات میشه یه ماه اول، ببخشید با ادبیات خودمون دارم میگم، پدرشون در میاد، همش گریه میکنن، نمیدونم بغض میکنن، ناراحتی دارن. یه ماه دوم چی میشن؟ افسرده میشن دیگه، نمیدونم استوریاشو هر روز میذاره، نمیدونم وای فرش قرمز، ما هم دیگه یه روز رو فرش قرمز راه رفتیم، مثلا نگاه انگشت داشت، اونم انگشت داشت، مثلا چیزایی مثل این. از ماه سوم به زندگی عادیشون ادامه میدن، یه حدودی اصلا ماه سوم رفتن سراغ رابطه بعد. آقایون نه. آقایون چطوریه؟ فکر کن رابطه کات شده، مثلا الان زنگ میزنه میگه که آره ما به درد هم دیگه نمیخوریم خداحافظ، بعد زنگ میزنه بعدی. حالا اگه مثلا چیز باشه که مثلا آره من خیلی وقت حتی خوشم میمده و نمیشد و اینا، اگه هم مثلا یه ذره چیز داشته باشه، مثلا زنگ میزنه رفیقش میگه محمد پاشو بریم مثلا کات کردم، بابا گوره بابا زندگی مجردی رو عشقه برو بریم. ماه دوم تازه میفهمن چه خیریتی کردن. عجب غلطی کردیم. خیلی کیس خوبی بود از دستش و تا آخر عمرشون یادشون نمیره. درسته تایید میکنیم اینو آقایون؟ خب بگم شروع کنیم. راجب چیزی که آقا گفتن، به نظر من وقتی که میخواد آدم یک رابطه ای رو شروع بکنه با هر آدم دیگه ای، حالا چه اون رابطه دوستانه باشه، چه بخواد رابطه عاطفی باشه، چه هر نوع رابطه دیگه ای که بین دو نفر میتونه اتفاق بیفته، این آدم باید هدفش از اون رابطه مشخص باشه که چی کار میخواد بکنه. یعنی اینکه برای خوشی خودش میخواد بره یا اینکه هدف داره. و مهمتر اینه که آدم به نظر من نباید زود اعتماد بکنه، زود وابسته بشه. تو میخوای بری یک آدمی رو بشناسی، پس به نظر من از اون اول باید بدونی که طرفت کیه و سعی کنی که بفهمی هدف طرف مقابلت چیه، مهمتر از اون هدف خودت چیه، چی میخوای، چه جور آدمی هستی. به نظر من اینجوری مشکل پیش نمیاد دیگه. دو نفر با هم دیگه یه توافقی میکنن، حالا چه دو نفر بخوان صرفا یه وقتی رو بگذرونن، چه هدف بلندتری داشته باشن، هدف رابطه بلند مدت‌تر داشته باشن. به نظرم این موضوع تا حدودی اینجوری حل میشه که دو طرف تکلیفشون با هم مشخص باشه، هم با خودشون در مرحله اول و در مرحله دوم با طرف مقابلشون. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من یه توضیح اول میخوام راجع به دلارام بدم اگه بشه.
به عنوان کسی که حالا تو دلارام دارم کار میکنم و فعالیت میکنم در راستای این قضیه، ما خیلی اعتقاد به این دارم که بیام یخته مبنایی تر صحبت کنیم، حالا چون که آشنایی پیدا کنیم یخته با دلارام. ما یه سلسله جلساتی هم داریم تحت عنوان جلسات دلبوچ که حول محور یه کتابی میشینیم با هم حرف میزنیم، تضارب آرا میکنیم. حالا موضوع تریبونمون این بوده که حالا ازدواج یا رل، حالا اومدن هر کدوم یه صحبتی هم کردن، یه سری مزایا و معایبی هم گفتن، ولی به نظر من مهمترین عیبی که حالا دوستی یا رل داره، یه خاطرم بگم، من ورودی سال 97م تو دانشگاه، اون موقع که اومده بودیم 2 تا واژه بود، بچه‌ها با هم رد و بدل می‌کردن، حتی یک کانال تلگرامی بود یادمه، حالا نمیدونم هنوزم هست یا نه، مسئولین بالاخره بررسی کنن. بعد من 2 تا کلمه رو اصلا نمیدونستم چیه، یکی رل بود یکی هم کراش بود. یادم اون موقع دفعه اول که یکی ببینم فرستاد این کلمه رو، مثلا توی چتی بود چیزی بود، رفتم فرداش مثلا گفتم به دوستم اسمش جواد بود، گفتم جواد این رول چیه، یعنی رولی چی کار میکنن مثلا با هم میرن تو نقش مثلا نمیدونستم از چی. بعد کم کم اینا رو یاد دادن بهمون که چیه و اینا. به نظر من مهمترین عیبی که داره اینه که تهش معلوم نیست، یعنی نمیفهم میخوای تهش چی کار کنی. ببینید ما انسان‌های ما موجوداتی نیازمندی هستیم، در این شکی نیست. بالاخره هم خانم هم آقایون یه سری نیازایی دارن که توسط اون نیاز کشته میشن به یا ازدواج یا رل مثلا. خب که به نظر من مهمترینش همون بحث اجتماعی بودن، عاطفی، نیاز عاطفیه. ولی تو رل من حس میکنم که حتی اگر که مثلا شما بگی که آقا ما میخوایم چند وقت با هم باشیم بعد برسیم به ازدواج اگه شد مثلا، این باعث میشه که باید طرفا نبینی، یعنی خود به خود وقتی دل بستش بشی، خود به خود وقتی تو خنده ها هم با هم باشین، تو خوشی ها با هم باشین، تو کافه رفتن ها با هم باشین، برای هم دیگه کادو بخرین، خود به خود باید هم دیگه رو هم نمیگین خودتون، یعنی خودتون یه جوری لاپوشی نمیکنین، هم نمیتونین کنکاش بکنین. به نظرم مهمترین عیبی که رل داره همینه. حالا ممکنه بگین که خب تو ازدواج باید چیکار کنم، مدل سنتیش خیلی مثلا زایه است، مثلا 5 جلسه خواستگاری بعدش هم تموم مه برونا اینا. خب میشه اونا توافق کرد با خانواده، یعنی هم دختر و پسر تو جلسه اول دوم به هم بگن که آقا مثلا ما قصدمون اینه که برای اینکه بیشتر هم بشناسیم مثلا تعداد جلساتمون بیشتر بشه، یا با خانواده قبلش ببندین که مامان بابا من دوست دارم کسی که انتخابش میکنم خوب بسنجمش، سوالات زیادی دارم، نمیدونم میخوام بررسی کنم، جلسات مشاوره بریم. اشکال نداره. من یادم اولین مصاحبه‌ای که تو دلارام گرفتیم ما از یه زوج بود که یکیشون داروسازی میخوند، یکیشون تو دانشکده مدیریت NIH میخوند. گفتن که ما 14 جلسه مثلا رفت آمد داشتیم خودمون، که چند تاش با خانواده بوده، چند تاش فقط دیگه اون آخرا فقط خودشون بودن. یعنی میشه که به نظر من این کیفیت ازدواج برد بالا جلسات خواستگاریشو که اون شناخت حاصل بشه، دیگه نیاز نباشه که درگیر رل اینا باشی. خوبیه اون نسبت به رل این میشه که چون خانواده ها میدونن، چون خودتون قرار گذاشتین با هم، میدونین که آقا باید پس به نتیجه برسیم که یا آره یا نه. ولی تو رل مثل که همینجور باری به هر جهته، مثل که همینجور چون حالا خوش میگذره، مثلا حالا دور هم اومدیم میخوایم بالاخره یه دورانی با هم باش. حالا میگم بازم این نظر من بود، حالا باقی هم بیان بالاخره نظرش نبود. خیلی ممنون. ما 2 تا کلمه به کار بردیم، مثلا نمیدونم اینا چیه آیه اندلی. کراش یعنی چی؟ آقا شما میدونید کراش؟ خانم شما میدونید کراش یعنی چی؟ آره آقا کراش، شما که اینه که تو باید کراش یعنی چی؟ چی؟ آقایی که اونجا نشستی کراش یعنی چی؟ دیدی؟ نمیدونم. رول؟ خانم ازدواجی و رابطه سینگلی چرا؟ نمیشنم چی میگم. چی؟ آقا ممکنه یه نفر جالب بوده کلا نه ازدواج نه رابطه، سینگلی مگه چشه؟ خانم سینگلی چشه؟
خوبه؟ هیچ کدومتونم که نمیخواین رابطه برقرار کنین. بله من واسه فقط منم گفت از اینجا تا تهرانم هر چی شد با من. یعنی شما فکر میکنین کسی وارد رابطه میشه که ناقصه یا احساس ناقص بودن داره و شما فکر میکنین که خودتون به تنهایی کاملید و شما شخص شما تک تک نیازهای فردی خودتون رو خودتون برآورده میکنین. هیچ جا نشده از کسی کمک بگیرید. من وارد مسائل شخصی شما نمیشه. خوبه؟ متشکرم. جالبه آمارها نشون داده که آقایون بیشتر دنبال رابطن یا خانوم‌ها؟ آقایون. خانوم‌ها بیشتر دنبال ازدواجن یا آقایون؟ خانوم‌ها. خب چرا؟ آقا خود این سواله. بیشتر آقایون دنبال رابطن، بیشتر خانوم‌ها ازدواج رو میپسندن. چرا؟ آفرین. ببینید بر اساس ویژگی‌های روانشناختی یه خانم این که اون شخص اطمینان داشته باشه از شما و اینکه قراره با شما بماند و زندگی بکند احتمالاً مهمه براش. حالا اینو داشته باشین شما بیا تا من بعد ادامه صحبت خودم بدم. به نظرم یه سری چارچوب باید وجود داشته باشه واسه هر آدمی که بخواد ازدواج کنه یا بخواد وارد رابطه بشه. اگر یک چارچوب وجود داشته باشه اون آدم هم توی رابطه هم توی ازدواج میتونه موفق باشه. مثلا خیلی از خانوما میخوان ازدواج کنن چون حس میکنن امنیت بیشتری داره، حس میکنن از اونجا به بعده که مثلا میتونن از لحاظ مالی ساپورتی بگیرن، در صورتی که میتونه اینجور مسائل و موارد توی رابطه هم باشه. مثلا آقایون بیشتر دنبال رابطه‌ان چون دوباره باز همون بحث مالیه، حس میکنن که مخارج کمتری داره. اگر توی همون رابطه به نظرم یک بار شما میرید بیرون، آقا حساب میکنه، دفعه بعد خانوم حساب کنه، خیلی از مسائل حل میشه. خیلی از مشکلاتی که آقایون با ازدواجم دارن حل میشه، چون وقتی که فرد ببینه که طرف حالا در حد خودش داره از لحاظ مالی ساپورت میکنه، میفهمی که از خیلی از جهات دیگه هم میتونه ساپورت کنه. یا توی رابطه میگن تعهد کمتری وجود داره، در صورتی که اگر فرد واقعا اون چارچوب رو داشته باشه توی اخلاقیاتش، توی حالا نمیگم مسائل مذهبی، هم توی اخلاق انسان باشه واقعا به معنای واقعی کلمه، اون تعهد و اون حالا فقط تعهد رو حفظ میکنه توی رابطه هم، ولی اگر نداشته باشه توی ازدواج هم حفظ نمیکنه اون مسئله. این که اگر شما چارچوب داشته باشه زندگیت، فرق نمیکنه ازدواج کنی یا وارد رابطه بشی، رل بزنی، هر دوتاشو میتونی مدیریت بکنی و اگر خوب بتونی مدیریت بکنی احتمالاً چالشات کمتر میشه، چه توی رابطه چه توی ازدواج. یه مطلبی مطرح میشه مبنی بر آمار طلاق. میگن آقا الان آمار طلاق توی کشور رو دیدی؟ چقدر آقای مرادی؟ 52% در یک سال. به نسبت سال حساب میشه آمارها دیگه، درست؟ خب به نسبت ازدواج هایی که در اون سال داره اتفاق میفته، درسته؟ خب خطای این آمار کجاست؟ آفرین. تعداد طلاق هایی که در یک سال ثبت میشه لزوما مال ازدواج های همون سال نیست. ممکنه طرف 1 سال قبل، 2 سال قبل، 5 سال قبل یا حتی 10 سال قبل یا بیشتر ازدواج کرده باشه. امسال سال 1402 طلاق میگیره. آفرین. از اون طرف هم باز یه مشکل دیگه ای هست، اینکه طلاق های عاطفی توی آمار نیست و در نظر گرفته نشد. حالا ما فرض میگیریم که این دو تا خطا هم نیست. آقا تعداد طلاق هایی که در سال 1401 در اصفهان اتفاق افتاده 53% بود. یعنی از هر چند ازدواج چند طلاق؟ نصف دیگه. هر دو تا ازدواج یه طلاق. خب آیا اندلی آماری در دسترس هست از رابطه هایی که کات شدن؟
جمله قشنگی گفتن همه رابطه ها کات میشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. موافقید؟ آقا اگه موافقید میگم یه جواب بدید دیگه. موافقید؟ آقایون هم موافقن؟ شما که مخالفین تشریف بیارین مخالفت خودتون رو اینجا با صدای بلند فریاد بزنید. عرضم به خدمتتون که طلاق یه اتفاق بزرگیه، یعنی باید دو نفر به یه سری مشکلات زیادی برسن که منجر به طلاق بشه. اگر فرضاً من طرفم خیانت کنه به خاطر 1000 تا ملاحظه‌ای که توی یه ازدواج رسمی هست، میگم خب به خاطر این ملاحظات خانواده نمیدونم مهریه 1000 تا چیز من الان نمیتونم طلاق بگیرم. ولی اگه همین خیانت تو رابطه باشه من دیگه اونقدر ملاحظاتی ندارم و میتونم راحت تر جدا بشم، یعنی اون آسیبا رو نمیرسونه به من نوعی. و به خاطر همینه که کات خیلی شاید بیشتر از طلاق باشه. مثلا یه ویژگی مثلا اخلاقی بدی داشته باشه یه نفر، صرفا نمیدونم بد دهن باشه، من اگه بخوام طلاق بگیرم 1000 بار بعدم دادگاه وجهه خانوادگی بدی داره. ولی اگه بخوام کات کنم و تو رابطه بوده باشیم راحت میتونم بدون هیچ عارضه‌ای رابطه رو تمومش کنم. برای همینه که این آمار کاتی که میگین خیلی ممکنه بیشتر از طلاق باشه، در صورتی که همین ویژگی های بد اگر توی طلاق باشه باعث طلاق عاطفی میشه. یعنی من عملا حسی ندارم به طرفم، صرفا زیر یه سقفم باش، نه نمیشه اسمشو ازدواج بود. نه نمیشه. شما اتفاقا گفتین که خودتون اومد اینجا گفتین دو نفری که توی یه رابطن میرن با هم کافه میگن میخندن و عیبای هم دیگر رو به روی هم نمیارن. چطور انتظار دارین اون دو نفر تو جلسه خواستگاری عیبا رو به روی هم بیارن؟ و خب به نظرم این رابطه خیلی میتونه موثرتر از خواستگاری باشه و خودم هم به چشمم دیدم خیلی از رابطه ها منجر به ازدواج شده و زندگی های خوبی داشتن. خیلی از ازدواج های سنتی هم، یعنی اینطور نیست که بگیم اونایی که با رابطه ازدواج میکنن رابطه شکست میخوره، اونایی که سنتی ازدواج میکنن شکست نمیخوره. یعنی هر دوتاش موفق داشته ناموفق هم داشته، نمیشه قضاوت کرد. بذار ایشون بگن. شما گفتید من رابطه‌های زیادی دیدم که به ازدواج منجر شده، یعنی توی ذهن خودت هنوز ازدواج و مرحله بالاتر رابطه می‌بینی، نه اینکه رابطه به جای ازدواج. متوجه سوالت نشد. یعنی تو هنوز خود ازدواج رو ترجیح میده ذهنت به رابطه؟ نه ببین من دارم میگم، من بحثم اینه که چیزی تحت عنوان ازدواج یا رابطه برای من جدا نیست تو ذهنم. من تو ذهنم چیزی که مهمه تعهده. یعنی مادامی که دو نفر به هم تعهد اخلاقی قلبی داشته باشن، به نظرم اون دوتا توی یه رابطه عاطفی هن. نه اسمشو میذارم رل، نه میذارم ازدواج، بهش میگم تعهد. شما به عنوان یکی از ویژگی‌های خوب رابطه، شما اومدید ویژگی خوب رابطه رو یاد کنید. گفتی که خب من خودم به شخصه رابطه‌های زیادی دیدم که به ازدواج منجر شد. بله. یعنی اون تر رابطه شد ازدواج. خب من یه چیزی بگم به شما وقتی که میخواین یه خونه رو اجاره کنین، اول میرین با صاحبخونه حرفشو میزنین، به توافق که رسیدین میرین سند امضا میکنین مینویسین. به نظر من ازدواجم همون شکل رسمیت رو داره. شما وقتی تو رابطه این یعنی دارین میفهمین که به توافق میرسید یا نه، و اگر به توافق رسیدید میرید رسمیش میکنید و ازدواج میکنید. بله رابطه مقدمه ازدواج. منم گفتم من تو ذهنم چیزی تحت عنوان رابطه و ازدواج جدا نیستم، میگم تعهد، چیزی داریم به نام تعهد، اون مهمه. چند تا سوال از نکته‌ای که حالا دوستمون گفتن اینجا مطرح میشه من بگم براتون. مسئله اولی که ما گفتیم آقا
بحث چی بود؟ بحث این بود که ما میگیم مثلا آمار طلاق الان 53% توی اصفهان، یعنی در اصفهان 53% یعنی هر دو تا ازدواج یه طلاق، که حالا گفتیم این آمارها البته سوتیایی داره و ایراداتی داره که مشخص. چند تا سوال اینجا مطرح کردیم. یک، آیا آماری از میزان روابطی که منجر به کات میشن در دسترس هست یا خیر؟ این سوال همچنان سر جای خودش. یکی از دوستان از جمعیت گفتن که همه روابط کات میشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. درسته؟ شما گفتین نه. خب باز صحبتاتون این رو اثبات نمیکنه. بله ما هم دیده ایم ازدواج هایی که منجر به طلاق شده و رابطه هایی که منجر به ازدواج شده، اما این آیا به آن معناست که روابط لزوماً منتج به ازدواج میشوند یا خیر؟ این یه نکته. نکته بعدی، یه موقع ما میگیم رابطه قبل از ازدواج، مثل صحبت دوستمون که گفتن آقا میخوای بری خونه بخری، قبلش میری با اون بانگا با اون صاحبخونه یه مذاکره‌ای میکنی. خب میخوای بری ازدواج کنی، حالت رسمی بهش بدی، مطمئن ترش بکنی، قرارداد بنویسی، قباله بنویسی، درسته؟ میری صحبت میکنی تحت عنوان دوستی، رابطه، درسته؟ بعد تبدیل به ازدواج میشه. خب یه موقع است بحث رابطه قبل از ازدواجه، یه موقع بحث رابطه به جای ازدواجه. یعنی شما هدفت از این رابطه آن نیست که تهش به ازدواج منجر بشه، هدفت از این رابطه اینه که رابطه داشته باشی. ببینید هدف گاهی وسیله است که شما رو رابطه گاهی وسیله است که شما رو به هدفی به اسم ازدواج میرسونه. گاهی اوقات خود رابطه میشود هدف، که شما هدفت از رابطه اینه که رابطه داشته باشی. میدونی چی میگم؟ بچه مفهومه؟ متوجه این؟ خب حالا وقتی که آمار درستی که در دسترس نیست، همه ما یه سری آمار ذهنی داریم، از اون خانومی که داره اونجا رد میشه تا اون آقایی که حالا میان سالی که اونجا داره رد میشه تا منی که اینجا وایسادم و شمایی که نشستیم. تو آمار ذهنیتون چند درصد از روابط آخر عاقبت خوب به معنی اینکه آقا شما یه مدت طولانی با هم دیگه بودین، لذتشو بردین، کیفشو کردین، نمیدونم تهش هم مثلا بچه دار شدین، اون نمیدونم مثلا رابطه رونالدو با خانومش. چند درصد بچه‌ها؟ این آمار چند درصد توی ذهنتون؟ عدد بگید به من. چند درصد روابط نتیجه خوبی داره؟ 2%. بچه‌ها نمیدونم شما رو بلند بگین. 50 20. بذار حرمت تریبون بمونه، میدونی؟ چند درصد؟ چند درصد از روابط عاقبت خوبی دارن؟ بالای 50% کسی هست که بگه؟ شما صحبتی ندارم با تو دیگه. خداییش نگاه کن آقا، منطقی داریم صحبت میکنیم دیگه. نهایتاً 20% ازدواجا، ببخشید چه سوتیه بزرگی، نهایتاً 20% روابطتون آخر عاقبت مد نظر رو داره و بیشترش متاسفانه منجر به اتفاقات بد و ناگواری میشه. خب عقل سلیم به معنی سالم میتونه باز هم رابطه رو ترجیح بده؟ آقا خودتون دارین میگین، عددی که دارین خودتون میگین. آقا شما وارد رابطه میشی، آیا اندلی فکر کن الان من میخوام با شما وارد رابطه بشم، اگر شما خانوم بودی، نه الان که نمیتونم، اگر خانوم بودی، نه حالا من دوستم با شما وارد رابطه بشم، بحثیه. اگر شما خانوم بودی و من و شما وارد رابطه میشد، همین الان که میگم سلام با من دوست میشی، همین الان که من میگم سلام با من دوست میشی، 80% گوشه ذهنمه که ما تهش قراره جدا شیم. آیا این یک بار روانی منفی مخصوصا برای شما خانم ها به دنبال دارد یا ندارد؟ آقایی که آبی پوشیدی عینکی هستی، من از بین درخت دارم شما رو میبینم، آیا بار منفی مخصوصا حالا ما میگیم برای خانم ها دارد یا ندارد؟ داره دیگه. پس آدم با چه منطقی وارد رابطه بشه؟ یکی بیاد اینجا از رابطه دفاع کنه، بگه آقا نه اینطوری که تو میگی نیست، ما در مورد ازدواج هم همینه. خب دو تا نکته است. یه موقع است میگیم رابطه قبل از ازدواج، خب باشه، آن هم طبق صحبتی که یکی از خانم‌ها داشتن اومدن بالا، چارچوب براش مشخص میکنی، مدیریتش میکنی فضا رو، میگی آقا رابطه قبل از ازدواج توی این چهارچوب
برای اینکه منجر به شناخت بیشتر بشه، برای اینکه ما بعدش بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، برای اینکه من ببینم آقا این خانوم یا این آقا چه ویژگی‌های شخصیتی داره، نقاط قوت شخصیتش کجاست، نقاط ضعف شخصیتش کجاست، بحران‌هایی که حالا چالش‌هایی که ما توی زندگیمون خواهیم داشت چیاست، میری یه رابطه‌ای برقرار می‌کنی در چارچوب ضوابط که حالا یه پرانتز باز می‌کنم بعد میگم چیه، حالا ببندم. رابطه برقرار می‌کنی. اوکی، این بحثی نداریم سر اینا، ولی یه موقع از شما هدفتون از رابطه است. رابطه‌ای که میدانی تهش هیچی نیست به جز اذیت، آزار، دپ، قهر و چیزای دیگه. در رابطه با ازدواج و رابطه رل داشتن، خب من خودم ازدواج رو انتخاب میکنم. ازدواج سنتی یا سنتی من اصلا هیچ کدومش رو انتخاب نمی کنم، چون ازدواج اسلامی از نظر من معیار و ملاک مناسبی هست. و اینکه گفته بودن که برای رل بیایم و چارچوب مشخص کنیم. هیچ وقت نمیتونیم چارچوب مشخص کنیم. چرا؟ چون اصلا توجه بکنی یک کسی مثلا صبح میخواد از خواب بلند بشه میگه صبح بخیر، یا شب میخواد بخوابه میگه شب بخیر. خود این کلمه صبح بخیر و شب بخیر خود سرشار از محبت رو داره نشون میده و این خودش احساس عاطفی را در اون شخص ایجاد میکنه. پس هیچ وقت من نمیتونم برای خودم در این زمینه بیام چارچوب مشخص بکنم. در چارچوب خانواده به من یه تعداد جلسه ای رو میدن و مشخص میکنن و میگن که تو باید توی این تایم خودت تصمیم بگیری. پس رابطه الان بهتون میگم. ببینید توی جلسه خواستگاری اونم باید رعایت بشه، یعنی باز هم اون زمینه عاطفی میتونه ایجاد بشه، اما توی زمینه آیا مثلا این زمینه چت کردن تا بعضی مثلا تا 2 3 نصف شب با رلشون چت میکنن، این زمینه محدودیت تایمی برای یه فرد ایجاد نمیشه. بسترش خیلی گسترده است، واقعا خیلی مثلا نمیتونه اونم مدیریتش بکنه، مدیریت زمان اصلا نداره. بعد خب این باعث میشه این محبت که ایجاد میشه واقعیت ها رو اون طرف نبینه، یه جوری برای خودش میگه من نسبت به این طرف تعهد دارم، بعد هی میگه که مثلا تعهد دارن یعنی مثلا باش ازدواج کرده. ببین قبل از ازدواج ما باید همه چیز رو ببینیم، یعنی همه ایرادهای اون طرف رو ببینیم. بعد از ازدواج باید ایراد اگر داشته چشممون رو به هم بزنیم، یعنی نباید بگیم که مثلا کوتاهی بکنیم، یعنی دیگه حالا چشممون رو روی اون عیب‌هاش ببندیم، ولی قبل از ازدواج ما همچین چیزی رو همچین تعهدی به هیچ کسی نداریم. بعد همچین چیزی هم داریم که خودمون مشخص کرده آقا اگر دختر و پسر در کنار هم قرار بگیرن نفر سومش شیطانه. ببین خود دختر و پسر یک حالت اعتیادی نسبت به هم دیگه داره. ببین یک کم که با هم ارتباط برقرار بکنن اصلا معتاد هم دیگه میشه، یعنی اصلا بازم هر جوری که بخوای حسابش بکنی آقا من اینو مدیریتش میکنم، من فقط به خاطر اینکه میخوام باهاش آشنا بشم میخوام بیام جلو، اصلا همچین چیزی وجود نداره. فقط داریم برای خودمون اثبات میکنیم یا فقط خودمون رو داریم گول میزنیم و وارد یه رابطه صمیمی میشیم که هیچ انتهایی نداره. فقط بهترین تایم های زندگیمون رو هدر یک فردی میکنیم که اصلا آخرش معلوم نیست کی هست، چی هست، به چه نتیجه خواهد رسید. همین. بله شما که آقا هستید، بله این همچین چیزی امکان داره، ولی یک دختر چون احساسات و عواطف خیلی بالایی داره، هر چقدرم که بیاد با این منطق‌های چارچوب برای خودش مشخص بکنه باز هم تحریک عاطفی خواهد شد. بحث چارچوب بود، گفتم یه پرانتز باز میکنیم اینجاست. شما در یک رابطه میخوای برای خودت چارچوب ایجاد بکنی، درسته؟ توی رابطه میخوای چارچوب ایجاد بکنی، در صورتی که هدفت از رابطه صرفا لذت بردن کوتاه مدت. دیوونه ای مگه برای خودت چارچوب بذاری؟ میدونی چی میگم؟ باز یه موقع از شما میگی که من چارچوب میذارم برای شناخت، که ما میگیم حالا چارچوب گذاشتن برای شناخته احتمال اون صحبتی که دوستمون داشتن که گفتن به هر حال تحریک عاطفی برای خانم رقم میخوره رو کم میکنه، به صفر که نمیرسونه، کم میکنه. ما با شما موافقیم، درسته؟ ولی یه موقع از شما هدفتون صرفاً همون خود اون رابطه میشه هدف. خب حالا اینجا 2 حالت داره، یا برای خودت محدودیت ایجاد میکنی که خیلی دیوونه ای، تو وقتی میتونی یه رابطه‌ای که حالا تو هدفت هم لذت بردن رو الکی به دهن خودت و طرف مقابلت زهر کنی برای اینکه محدود باشیم. حالا خب تو که نمیخوای تهش باش ازدواج کنی به جایی برسی، خب چرا یه همچین کاری بکنی؟
این یه نکته. نکته بعدی، خب بله آقا ما میگیم اتفاقا بیاید چیکار کنید؟ چارچوب بذارید، محدودش بکنید که چی بشه؟ که اون تحریک عاطفی، وابستگی، دلبستگی کمتر بشه. در قالب حالا چه جلسات خواستگاری، چه دوران نامزدی و غیره. خب بعد ما میگیم آقا بازم این جامانه میگیم احتمال به 0 رسیده، کم شده. برای برطرف کردن این مشکل چه کار باید کرد؟ از مشاور کمک میگیری، از راهنمایی آدم آگاه کمک میگیری، از به خاطر اینکه میگی آقا معنا مثلا همین آقای اندلی بود که گفتم ما با هم وارد رابطه بشیم. خب شما فکر کنیم مثلا ایشون الان من میخوام با ایشون وارد رابطه بشم، درست؟ میگم ببین معنا از اینکه مثلا حالا چیه واقعا بگم بعدش میاد، حالا مثلا من از این ویژگیشو بدم میاد ولی گوگلیه، میدونی به دلم میشینه، با نمکه. خب بعد میگی نه خودت را محدود کن، تو حق نداری صبح تا شب و شب تا صبح با او چت بکنی. این درست نیست. نظر من در مورد این که حالا یه سری از دوستان مخالف ازدواجن و میگن احتمال طلاق زیاده توش، یا ما به خاطر طلاقش تن به ازدواج نمیدیم. امروز خیلی وقتا شما یه بیزینس یا یه کسب و کار که راه بندازین، احتمال این که به موفقیت برسین بسته به این داره که چقدر علم داشته باشین و چقدر از قبل روش سرمایه گذاری کرده باشین. مشکل ما این است که تو بحث ازدواج خیلی اوقات فکر میکنیم یه امر طبیعیه که باید انجامش صرفاً بدیم بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشیم. امروز یه گوشی که میخوایم بریم بگیرین یا یه لپتاپ یا حتی یه ماشین، خیلی وقتا خیلی تحقیق میکنین، سایت‌های مختلف سرچ میکنین تا بتونین اطلاعات کافی به دست بیارین و اونا تهیه کنین. اما ما تو این زمینه خیلی اوقات رها میکنیم و یه جورایی میریم وارد رابطه میشیم، بعد ببینیم چی میشه. خب مسلمه نتیجهش میشه خیلی وقتا طلاق، چون اصلا نمیدونیم چجوری باید شروع کنیم، چجوری باید پیش بریم، به چه چیزایی بیشتر باید توجه کنیم. و یکی از حالا مشکلاتی که باعث شده آمار طلاق بره بالا صرفا این است که بدون فکر یا حتی بدون خیلی مطالعه که خیلی کم وارد میشیم. شما تقریبا همه دانشجوییم، زمانی که می‌خواستیم کنکور بدیم حالا چقدر کتاب‌های مختلف خوندیم، چقدر منابع، این مشاور گفت فلان منبع رو بگیرین، تغییر میدادیم. اما آیا برای ازدواج چند تا کتاب خوندیم؟ آیا اصلا کتابی خوندیم یا اصلا سخنرانی گوش کردیم که ببینیم اصلا چی هست و صرفا واردش میشیم؟ خب تهش هم نتیجهش میشه طلاق. خیلی اوقات تو بحث بیزینس هم همینجوره، طرف میگه سرمایه خیلی مهمه تو کار، سرمایه رو میاره اما تهش به نتیجه نمیرسه چون علم و اطلاعات کافی از اون موضوع نداره. یه مورد دیگه هم که هست تو بحث حالا ازدواج رل، مهمترین چیز از نظر من زمانه. شاید شما خیلی چیزا رو بتونین به مرور به دست بیارین، حتی پول، ماشین یا خیلی چیزایی که الان شاید براتون سخت باشه، اما زمان هیچ وقت نمیتونید و این زمان صرفا میشه. خب شما یه زمانی دارین که میخواین با یکی تقسیم کنین، آیا اون شخصی که قراره باش تقسیم کنه ارزش اون زمان شما رو داره؟ پس من اگر بخوایم به اصل مطلب برسیم و حتی از نظر دینیش هم بذاریم کنار، همون زمان خودمونه. ببینیم کسی که داریم زمان باش صرف میکنیم آیا واقعا ارزش داره. میگن میانگین شخصیت شما تقریبا 5 تا 7 نفری هستن که شما نزدیکتونن. خب پدر و مادر رو ما خودکار انتخاب میکنیم، اما دوستان و یا حتی ازدواج رو میتونیم خودمون انتخاب کنیم. یه آقایی اومدن صحبت کردن، نمیدونم که هنوز هستن یا نه، قیافشون تو ذهنم نمون، ولی در مورد صحبت های ایشون اول میخوام بگم. یه جمله‌ای داشتن گفتن که آدمی که رابطه برقرار میکنه خیلی راحت میتونه جدا بشه و اونقدر را درد سر نداره نسبت به آدمی که حالا ازدواج کرده و میخواد طلاق بگیره. طلاق بخوای بگیری یا عالم دادگاه رفتن داره، درد سر داره، دنگ و فنگ داره، ولی کات بخوای بکنی خیلی راحت تره و اینو به عنوان یکی از مزایای رابطه عنوان کردن که اتفاقا به نظر من یکی از معایب رابطه عنوان میشه. همچین اتفاقی وقتی که تو تعهدی نداشته باشی نسبت به طرف مقابلت که بتونی خیلی راحت بدون حالا هر نمیدونم دادگاه رفتنی یا حالا هر چیز دیگه ای بتونی خیلی راحت جدا بشی، این یعنی که خود اون رابطه مشکل داره. شما از
تعهد گفتین، حالا بزنین صحبت هم تموم بشه. شما از تعهد گفتین، ولی وقتی که طرف بتونه خیلی راحت بتونه بدون دادگاه رفتن، نمیدونم دونستن خانواده‌اش و یا حالا هر چیزی جدا بشه، اینا همش به من یه تعهد نداشتنه، نه تعهد داشتن. این یه مورد که میخواستم بگم. یه مورد دیگه هم در مورد این که ما 2 سال پیش یه تحقیقی انجام دادیم در مورد این که نسبت به طلاق، که حالا به فرض آقای رحیمی میگن که تو سال 50% طلاقا به 50% ازدواجا به طلاق منجر میشه، چند درصد رابطه ها به جدایی و کات منجر میشه. خب ولی از اونجایی که اصلا رابطه هیچ جایی ثبت نمیشه، قاعدتاً یه همچین تحقیقی خیلی تحقیق سختیه و ما نمیتونیم بفهمیم که واقعا از هر چند تا رابطه‌ای که شکل میگیره چند تاش به کات منجر میشه. ولی 2 سال پیش ما یه حالا به اصطلاح پژوهشی تو این زمینه انجام دادیم که یه بند خدایی یه تحقیقی تو این زمینه انجام داده بودن. گفتن که نزدیک به 80 تا 90% رابطه های دوستی نهایتاً به کات و جدایی منجر میشه. خب و نهایتاً 10%شه که میتونه به ازدواج برسه، یعنی اون رابطه واقعا رابطه ازدواجی بوده که فقط 10% رو شامل میشده و نهایتاً اون 10% رابطه‌ای هم که به ازدواج منجر میشه نهایتاً تو خود اون ازدواج خیلی ازدواج موفقی میتونه نباشه. به خاطر اینکه تو وقتی که میخوای با یک کسی ازدواج بکنی، این همه جلسات مشاوره میری، تحقیقات میری، نمیدونم خودت سعی میکنی تو جلسات مختلف خواستگاری طرف رو بشناسی، ولی وقتی که میخوای با طرف رابطه دوستی برقرار بکنی، صرفا از یه ویژگی طرف که خوشت میاد میری جلو. به فرض نمیدونم از مدل برخورد اجتماعیش خوشت میاد، از چهرش خوشت میاد، یا حالا از هر چیزی که توی اون طرف میبینی و شاید حتی اون چیز تو خودت نباشه و به خاطر اینکه تو طرف مقابل دیدی ازش خوشت میاد و میری جلو و اون رابطه دوستی رو برقرار میکنی، ولی هیچ شناختی نسبت به طرف مقابلت نداری. و خب قاعدتا وقتی که شناخت نداری خیلی هم اون رابطه تزلزل زیادی داره و احتمال اینکه به جدایی برسه خیلی بیشتر از طلاقی که تو ازدواجی که تو قبلش یه عالم تحقیق انجام دادی، مشاوره رفتی، خود جلسات خواستگاری متعدد داشتی، میتونه به جدایی و طلاق برسه. شما دیگه تا آخر خط برو، وقتی که توی رابطه هیچ گونه این شناخت رو نداری چقدر میتونه به جدایی برسه. نهایتاً هم هر تصمیمی گرفتی انشاءالله که موفق باشی. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکریم از همه دوستان. امیدواریم که نهایتاً اگه میخوایم صحبت کنیم ما بازم میتونیم بهتون فرصت. نهایتاً هر تصمیمی که گرفتید، چه ازدواج بکنید، چه ازدواج نکنید، چه بعداً ازدواج بکنید، چه الان ازدواج بکنید، انشالله خوشبخت بشید. برای خوشبختی خودتون یه دست مشتی بزنید. مشتی ها. ممنون از همه دوستانی که تحمل کردن، حضور داشتن، تشویق کردن، سوال پرسیدن، پشت تریبون صحبت کردن و ممنون از همه کسایی که الان به صورت مجازی دارن ما رو دنبال میکنن یا این ویدیو رو توی شبکه‌های اجتماعی دلارام دارن میبینن. خیلی ممنون و متشکریم. صحبت‌های خیلی خوبی امروز مطرح شد و امروز در مورد این موضوع که ازدواج یا رابطه و با عنوان دوستی‌های قبل از سوء تفاهم بود خدمت شما بودیم و امیدواریم که فردا بتونیم این برنامه رو به صورت خیلی بهتر همراه با پرسش و پاسخ و با حضور کارشناس دنبال بکنیم. خیلی مخلصیم. موفق و خدا نگهدار.